أين الرجال؟ به نام الله، ستایش مر الله را. درود و سلام بر پیغمبر الله، عائله ایشان، صحابگانشان و تمام پیروانشان. شهادت می دهم که نیست معبود جز الله و محمد رسول اوست. و موضوع برنامه امروزه ما کلام بی پایان الله، ابصر، یعنی چقدر بینا است می باشد. الله متعال می گوید چقدر بیناست و چقدر شنواست، جز او سرپرستی دیگر ندارند و در حکمرانی خودش کسی را شریک نسازد. بینایی یکی از نعمتهای بزرگ است که او تعالی به بنده هایش انعام نموده است. الله متعال گفت: آیا برای او دو چشم نیافریده ایم و یک زبان و دو لب و دو راه را، یعنی خیر و شر، به او دلالت نکرده ایم؟ از جمله نعمتها الله اول نعمت چشم بینا را یادرس نمود، سپس گفت یک زبان و دو لب و دو راه را به او دلالت نکرده ایم. بینایی یکی از نمودهای احساسات می باشد که توسطش انسان چیزها را با سرعت بلند احساس می نماید، چون از شنیدن دیده انسان بیشتر می بیند. بنابراین وقتی که او این نعمت بزرگ را به یاد می آورد، باید به خود خاطر رسان سازد که محض الله او را بینا نموده است. چقدر بیناست و چقدر شنواست. ابن کثیر در تفسیر این آیت چنین گفت: آیت معنای ستایش بزرگ را افاده می کند. مضمون کلمه های آن باشد چنین است: چقدر کامل است بینایی الله که همه موجودات را می بیند و شنوایی او که همه موجودات را که آواز می برارد می شنود. چیزی از الله پوشیده نمی ماند. از قتاده عاید سخنان چقدر بیناست و چقدر شنواست روایت شده است که او گفت: از الله متعال دیده چیزی بیناتر و شنواتر وجود ندارد. ابن زید گفت: چقدر بیناست و چقدر شنواست، یعنی او کارهای آنها را می بیند و می شنود، چون او بیننده و شنونده است. الله در این باره در آیت همراه با سخنان زیرین خبر داد: جز او سرپرستی دیگر ندارند و در حکمرانی خودش کسی را شریک نسازد. از این رو اگر انسان تسلیم شوی خود را، یعنی عبودیت را به الله متعال و شریعت او را، یعنی حاکمیت را تصدیق نماید، در این حال به او تعالی عبادت کرده او را باید حاکم خود گرداند. او تعالی گفته است: حکم تنها از آن الله است. اما کسی که چنین عمل نکند، یعنی به الله متعال تسلیم بودن خود را اعتراف ننماید و برای دریافت حل معماهای خود به الله مراجعت نکند، یعنی با نازل کرده های الله حکم نراند، پس چنین شخص کور و کر می باشد که به او سخنان زیرین او تعالی دخل دارند. آنها تنها مثل چارپایانند، بلکه از چارپایان دیده گمراه ترند. و الله از این پناه می جوییم و از الله متعال می پرسیم که ما را بینا و شنوا گرداند. کسانی گرداند که تنها به الله متعال عبادت نموده اطمینان به آن دارند که او از دیگران دیده بیناتر و شنواتر است و چیزی در زمین و آسمان ها از او پوشیده نماند. بگذار او ما را از جمله نفران بگرداند که در حکمرانی کسی را به او همتا قرار نمی دهند، از جمله کسانی گرداند که برای برپای دولت اسلام که با حکمهای پروردگار آدمان حکمرانی می کند فعالیت می برند. به الله برای خود و شما استغفار می گویم. السلام علیکم. тамошобинони гиромӣ, агар хоҳед ки наворҳои мо зуд ва бардавом бароянд, пас зер кардани тугмачаи лайкро фаромӯш накунед. Албатта дар шабакаи мо обуна шавед ва видеоҳои моро ба дигарон бирасонед, зеро расонанда мисли амалкунанда соҳиби мукофот мегардад.